به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب داستانی بسیار زیبایی از آقای دکتر محمد حنیف شروع میکنیم. این کتاب اولین کتاب آقای حنیف هستش به نام کلاه جادویی و مجسمه مسی. البته من در چندین کتاب قبل کتاب مستوران رو برای شما خوندم که بسیار معروف بود و اینکه از این کتاب سریالی ساخته شده بود. میخواستم که با نثر نوشتاری این کتاب هم شما آشنا بشید. سری بعد از کتاب‌های آقای حنیف کلاه جادویی و مجسمه مسی هستش که براتون شروع میکنم. این کتاب شامل مقدمه هستش از احوالات آقای حنیف که برای شما میخونم و بعد با همدیگه کتاب رو آغاز میکنیم. محمد حنیف: شب چله سال 1339 به دنیا آمدم. در بروجرد، محله دودانگه مشهور به زیر ستاره، تگزاس، و این یعنی راه رفتن روی لبه تیغ، یعنی هراس افتادن در آتش هولناک، تردید لغزیدن، برچیزی دهشناک، ولع عدالت و روییدن بذر اعتماد به نفس در جان خسته اما امیدوار. بعد از رفوزگی در پنجم ابتدایی چاقوی دستساز را کنار گذاشتم و رفقایی را که از همان موقع نامهایشان پسوندهایی داشت با مسما. بعد انواع کارهای یدی بود و درس بود و تابستانهای ملال‌آور پرکار و حسرت یک کلاس نقاشی. در آستانه جوانی به انقلاب اسلامی برخوردم و جسارت فروخفته‌ام شد مشت‌های گره کرده و فریاد و بمب صوتی. شور اولین سال انقلاب که گذشت، 2 سالی در دهات بروجرد و ازنا آموزگار شدم. بعد دانشگاه و مطالعه و نوشتن بود و کار بود، کار دل و گل با هم. حالا که 1 سالی از بازنشستگیم می‌گذرد، در اولین تجربه دوره نویسندگی حرفه‌ای، صحنه‌هایی از 2 دهه اول عمر و رهجوشه مطالعاتی دهه‌های بعد را با ملات تخیل در هم آمیخته‌ام و نام این به تمام حرف دل را کلاه جادویی و مجسمه مسی گذاشتم. تقدیم به آنها که اهل دردند، نه آنها که سعدی علیهم الرحمه چنین خطابشان می‌کند: به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن، که شبی ندیده باشی به دراز نایسالی. غم حال دردمندان نه عجب گرت نباشد، که چنین نرفته باشد همه عمر بر تو حالی. بخشی از آثار نویسنده آقای دکتر حنیف را آورده که من فاکتور میگیرم، براتون نمیخونم آثار رو چون تعداد زیادی هستش. و این کتاب چاپ اولش در بهمن 1392 چاپ شده. ناشر عصر داستان هستش و وابسته به بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان. با من همراه باشید. فصل اول. این کتاب شامل 12 فصل هستش که فصل اول سپندهای اول. سرباز یقه خستوان را چسبید و از روی تخت سنگ کنار رودخانه کشاندش پایین و فریاد زد: کری مگه؟ ها؟ خستوان به سرباز خیره شد. سرباز زل زد توی چشم‌های درشت خستوان و این بار پرسید: شناختی؟ آدم ندیدی؟ ها؟ گفتم خستوان، هشدار ندادم اون حس لعنتی داره میاد؟ خستوان که مانده بود یک باره چطور سر و کله آن مزاحم‌ها پیدا شده، دندان قروچه رفت: لعنت به تو و اون حس وقت نشناست. سرباز دوباره آسمان قرنبه شد و سر خستوان هوار کشید. اوهوی با تو هم هوی با تو هم هستم لندهور. پرسیدم اینجا تو حوزه استحفاظی پاسگاه سیرقاز چه غلطی میکنید ها؟ لباده های لباس بلندم را جمع کردم و از روی سنگ صخره‌ای که کنار رودخانه پریدم پایین. غبار ماسا که فرو نشست خواستم جواب سرباز را بدهم که گروهبان دستش را آورد جلوی صورتم. تو نه، اون شپش چاق. هوی زر بزن ببینم. سرباز خستوان را کشید طرف خودش. کری ها؟ خستوان کوبید روی دستهای سرباز. کوری مگه؟
گداییم گدا. گروبان با گام‌های درازش پرید طرف خستوان و پرتابش کرد سینه زمین. گدایی ها گدایی؟ ما حالیمون نیست. هر چه داری اخ کن بیاد، تو نه. گفتم خستوان بلیتت برده. خستوان هنوز گروهبان و سربازش را جدی نگرفته بود. همین بود که رو کرد به گروهبان و با لحنی تمسخرآمیز پرسید: اون چی؟ رفیقم، اون معافه؟ گروهبان لبهای چربش را جنباند و به من اشاره کرد. اون مثل خودم قد بلنده، میارزه رو زمین راه بره، ولی تو با این هیکل خپلت باس مالیات بدی. خستوان دندان روی دندان سایید. به اندام دراز گروهبان نگاهی انداخت و سرش را خم کرد و اندام میانه خودش را هم برانداز کرد. اخم کرد و بعد نفسش را پرصدا بیرون داد و گفت: اخلاقمو گهمرغی نکن که به گندت میکشم. سپندا تو یه چیزی به اینا بگو. بیرم گرفته بود تظاهر به گدایی را کنار بگذارم و ماجرایی را برای گروهبان سرهم کنم که مثلا ما جامعه شناسیم یا اهل سینما و از پایتخت آمده ایم و از این چرندیات و میخواهیم در لباس گدایان با مردم سیرغاز بیشتر آشنا شویم. بعد از او بخواهم خودش را بیشتر خسته نکند و به جای تلاش بیهوده برای تلکه کردن 2 نفر آدم حسابی زیر تابش آفتاب کمرمق این بعد از ظهر زمستانی لم بدهد و از بازی موج و صخره و پرتاب فشنگه‌های آب لذت ببرد. اما آتش گروهبان تندتر از آن بود که اجازه دهد جمله‌های خیرخواهانه من از دهانم بیرون بیاید. خفه خفه های شپش، جیباتو خالی کن. چون تردید را در نگاه مخاطبش دید، خودش مشغول وارسی جیب‌های کت دراز خستوان شد و در همان حال با چشم‌های زاغ گشاد شده‌اش به کیف پر اسکناس خستوان زل زد. گدا اش می‌کنی تاها؟ ما باز توی بیابون سگدو بزنیم، اون وقت این شپشو بعد اینطوری اسکناس جمع کنه. خستوان گفت: من از منبع خیلی خیلی موثق اطلاع کسب کردم که شما به زودی به خاطر ارتکاب همین جرائم دستگیر میشید. گروهبان شیشکی کشید و ما تحتش را رو به خستوان گرفت و جواب داد: ما ای زرد های تاها. صدای تاها که زیر لب با خودش چیزی میگفت در برخورد موجهای رودخانه خروشان با سنگهای صخره‌ای گم شد. به قصد فیصله دادن دعوا آرام در گوش گروهبان گفتم: از سر ارادت به اون درجهات میگم و البته میخوام از پیوند خلل ناپذیرمون به واسطه قد بلند هر دومون استفاده کنم و بگم دست به اسکناسای دوست من نزن که خیلی روشون حساسه. گروهبان خنده‌کنان گفت: تاها میشنافی؟ چه لفظ قلمم میگوزه. نه خوشم اومد. آرامتر گفتم: یواشتر، دوستم نفهمه، بد میشه براتون. ایشون حساب ریال به ریال پولشو داره. گفته باشم؟ خستوان پرید وسط گروهبان جا خورد. ما خودمون خلق و سیاه میکنیم شپش، رد کنین هرچی دارین. دستهایم را بالای سرم بردم تا گروهبان کیفم را بدون درگیری بردارد. گفتم: کیف دوستم را نمیدی بهش؟ بعداً نگی. گروهبان رو به تاها کرد و گفت: میبینی چه سیاوازی مشتی در آوردن؟ خستوان گفت: میدم ادبت کنم. گروهبان که ذوق زده مشغول شمردن اسکناس ها بود زیر لب چیزی گفت. آهسته به خستوان گفتم: طرحو متوقف میکنی؟ خستوان که موقعیتش را فراموش کرده بود و کم مانده بود همه چیز را لو بدهد، در یک چشم برهم زدنی یورش برد و کیف‌ها را از دست گروهبان قاپید. فریاد زدم: جاوید! خستوان چهره در هم کشید. گروهبان نعره زد. دست خستوان بالا رفت و خوابید روی صورت گروهبان. تاها با لگد کوبید به کمر خستوان و فریاد خستوان بلند شد. دهانش را گرفتند. خستوان همچنان تقلا کنان فریاد میزد و ممکن بود طرحمان را لو بدهد که صدایش میان نعره‌های خشم‌آلود سرباز و گروهبان گم شد. خودش را از میان دست‌های من بیرون کشید. گروهبان که گویی خشمش انتهایی نداشت به طرف او حمله کرد. خستوان کنار کشید. گروهبان افتاد روی شن و ماسته‌های کنار رودخانه و همزمان مشتش را پر کرد و پاشید توی صورت خستوان و آوار شد رویش.
تا من و سرباز خودمان را به آنها برسانیم همدیگر را تا لبه رودخانه هل داده بودند و همانجا بود که پای گروهبان لیز خورد و افتاد توی آب و خستوان را هم با خودش کشاند. سرباز دو دستی زد توی سرش و زیر لب چیزی گفت. فوری کمربندم را باز کردم و برای خستوان پرتاب کردم. قلاب کمربند رفت زیر آب. خستوان برای گرفتن قلاب شیرجه زد، اما سرش را که بیرون آورد از ساحل دور شده بود. همانطور که با جریان تند رودخانه پیش میرفت فریاد زدم: برو ساحل، اونوری، نترس، سالم میمونی. گروهبان با دستهای بلندش سینه رود را شکافت و با هر جان کندنی بود خودش را به ساحل آن طرف رساند. اما خستوان تقلا کنان با جریان تند آب پیش میرفت و میکوشید به سنگ‌های برآمده از دل رود نخورد، تا جایی که رودخانه برآمدگی کوه را دور زد و پیچ خورد و آن سوی صخره گم شد و خستوان را نیز از دیده ها پنهان کرد. آنجا بود که سرباز با شتاب برگشت و دقایق بعد سوار بر موتورش از کنارم گذشت. هنوز نمیدانستم چه کنم. دلم روشن بود که خستوان از پس جریان رود برمی آید. این را حسم می گفت. همان حس به من میفهماند که خستوان حسابی از من دلگیر خواهد شد. از اینکه به آب نزدم، نتوانستم جلوی فرود حس هشدار درونم را بگیرم. نتوانستم جلوی زیاده خواهی گروهبان بایستم. حتی از اینکه سوز هوا و سردی آب و خروش دیوانه‌وار رودخانه اجازه نمیداد او هم مثل گروهبان خودش را از دل آن تنداب نجات دهد. در هر حال من مقصر بودم. گناه از من بود. از اول عالم هم مقصر اصلی من بودم. هر حادثه ای را که باب میل خستوان نبود من به راه انداخته بودم و میدانستم هیچ چیزی جز گذر زمان نمیتوانست برگه بخشش مرا از دست او باز پس بگیرد. در این فکر بودم که رودخانه خروشان کجای مسیر پرپیچ و خمش دست از سر خستوان برمی‌دارد و من چگونه باید خشم آن دوسته به قول خودش خیلی خیلی قدیمی را مهار کنم که گروهبان جلویم ظاهر شد. سراپا خیس بود و در پشت سرش پل چوبی بالا دست رود پیدا بود. با صدای لرزانش فریاد کشید: در بیار لباساتو. ته دلم خالی شد. جلو آمد و طوری چشم در آن توی چشمم که یک هو قرنپی دلم ریخت. دندانهایش از لرز به هم میخورد. هی از من چشم میکند و به رودخانه نگاه میکرد. نه، اینجور نمیشه. رفیق شنا بلد بود و همزمان شروع کرد به کندن لباسهایش. دقایقی بعد روبرویم عریان ایستاده بود و یکی یکی لباسهایم را میپوشید. بی شرم و با عصبانیت: تو باید یکی دو شبی مهمون ما باشی، تاها میریم پاسگاه. خیسی لباس گروهبان لرز به جانم انداخته بود. دندانهایم ترق و ترق روی هم میخورد. تا کنار جاده پیاده گز کردیم و بعد هم شانس آوردم مینیبوسی با تر و ترش از راه رسید. تاها جلویش را گرفت و گروهبان راننده را وادار کرد به سیرغاس برگردد. راننده با دیدن وضع من به تاها گفت چراغ پریموسی را از زیر صندلی سمت شاگرد بیرون بیاورد و روشن کند. مسافرها آشکارا نگاهشان را از گروهبان و سربازش می‌دزدیدند و با من همدردی می‌کردند. از رد و بدل شدن همان نگاه‌ها میشد فهمید رابطه حاکمیت با مردم شکراب است و تازه این اول راه بود. این را ساعتی بعد بهتر فهمیدم، وقتی که در یکی از اتاق‌های پاسگاه مرکزی سیرغاز زیر بازجویی گروهبان بودم. وقت ما رو تلف نکن. رفیقت چرا به آب زد؟ گفتم اون بیچاره رو که شما کشوندی توی آب. گروهبان مثل آتشی که بنزین رویش بپاشید گر گرفت. ما انداختیمش تو آب؟ ما؟ یه دفعه دیگه اینو بگو تا مادرتو به عزاد بنشونی. بعد با تهمت جاسوسی و خرابکاری و بعدش هم دزدی خواست ته دلم را خالی کند و برگه ای از من بگیرد. مینویسی رفیقت خودش پرید تو آب، همین. بعد خلاص میری پی کارت. بیا لباساتم بپوش. چی میگی؟ لباسهایم را که بوی تن گروهبان را گرفته بود با اکراه پوشیدم و گفتم گروهبان بعداً نگی نگفتم به نفعت بذاری برم. گروهبان بر نگاه هم کرد و سرش را تکان داد. وقتی مطمئن شد بازجویی ساده او را به مقصدش نمیرساند تهدید کرد. شپش، خواستیم کمکت کرده باشیم. استوار ملکی رحم نداره. حالا خودت میدونی و استوار.
تاها میبریش زیر زمین تا استوار ملکی خدمتش برسه. خدمتت برسید؟ مارگریتا بود که خبر از دعوتنامه تلویزیون میداد. گفتم اولا برسید نه و رسید. پرید میان حرفم. اول خندان گفتم راه افتادی ماری، ببخشید مارگریتا. دوم من اهل اینجور بازیان نیستم. تلویزیون واسه من اون مفهومو نداره. نمیتونم بلندگوی تبلیغاتی کسی بشم. شک نکنید قربان که این دوره‌گرد تبلیغات چیه؟ آقای یابو بلندگوت کو؟ صدای گروهبان بود که بعد از ناله باز و بسته شدن در آهنی زیرزمین بلند می‌شد. بعد صدای برخورد پوتین با زمین سیمانی بود و پس از آن صدای آشنایی که ته دلم را خالی کرد و تنم را لرزاند. نترسونش گروهبان. خودش هرچی بخوای مینویسه، میده تحویلت. با اینکه میدانستم راه پیش رو ممکن است ما را به هدفمان برساند، چنان از طنین گام‌ها و خسخس سینه کسی که پا به پای گروهبان وارد زیرزمین شده بود و با صدایش آنطور هولی به دلم انداخته بود وحشت کرده بودم که یک لحظه زبانم رفت روی این مدار که بگوید این دستبند رو وا کنید، هرچی بخوای مینویسم. که با ضرب سنگین دست صاحب همان صدا برق از چشمهایم پرید. دوباره صدای برخورد گام‌ها با سطح سیمانی زیرزمین بود و خسخس سینه و بوی خیلی تند سیر. نه، این یکی از جنس گروهبان نبود که حاله وجودش خیلی آزارم ندهد. وجودش حس خیلی خیلی بدی در دلم میانداخت. از آن حس‌های دلهره آوری که با تک تک سلول‌های وجودم میتوانستم لمسش کنم. خسخس سینه، صدای گام‌ها، خنده عصبی و شرقه دومی سیلی که طنین زنگی کرکننده را در مغزم دواند. نه، نباید واقعیت را میگفتم. حتی نباید با گفتن قصه‌ای به بازیشان میگرفتم. اما حس غریبی که با حضور رئیس پاسگاه به جانم افتاده بود و کراهت حضورش که پیشتر جایی در زندگیم داشته یا نداشته وادارم میکرد و حرفشان بیاورم. شما باید استوار باشید، استوار ملکی. قانون در چنین مواقعی اجازه نداد حرفم را تمام کنم. خفه شو، اینجا قانون منم. زنگ صدایش آنقدر برایم آشنا بود که لحظه‌ای فکر کردم سالهاست او را میشناسم. قانون پدر سوختت رو در میارم میکنم تو هرچی ندید نبدترت. و بعد ادامه همان خسخس سینه بود و بوی تند سیر و طنین رباور گام‌ها. این بار لحن کلامش چنان دلهره‌ای به جانم انداخت که زبانم بند آمد. بند دلم پاره شد و فکر کردم همین حالاست که ولو شوم روی زمین. اول خیال کردم حجم زنگدار عظیمی که از گلویش فوران می کند آن حاله قدرتمند را دور وجودش کشیده است. اما صدا یا کلمه ها نمی توانستند چنان تأثیر مهیبی بگذارند. لحنش هم آنقدر ترسناک نبود که باعث ایجاد چنان موقعیت فاجعه باری در روح من بشود. بیشک چیزی در آن طنین آشنا بود که می ترساندم. چیزی گنگ و کثیف و کهنه، مثل دمل چرکین زیرپوستی که هنوز بر نیامده است و نمیخواهد بیاید و دردش اذیتت میکند. ناله باز و بسته شدن در دوباره بلند شد و این بار تاها را شناختم که برای استوار پا میکوبید. قربان، این کیار آدمنشه، مغازه الکتریکی داره، میتونه شهادت بده که این مرد ناشناس مواد مخدر توزیع میکنه. جای سکوت نبود. فریاد زدم من؟ قاچاق؟ دارید جرم خودتون رو سنگین‌تر میکنید. صدای استوار دوباره سوهان شد. قیژ و قیژ به روحم کشیده شد. مواد مخدر ضمیمه پروندته. صدایم را بلند کردم. من که نوک پوتین گروهبان آرام نشست روی پایم. یعنی ساکت. این بار نرمخویانه گفتم آخه چرا؟ به چه حقی؟ پنجه ورزیده استوار روی سینه‌ام نشست و هلم داد و گفت به حق این درجه ها. شیرفهم شد؟ بیش از آن که روی زمین ولو شوم دستی نشست پشت شانه‌ام و هلم داد جلو. میان گروهبان و رئیسش تاب می‌خوردم که دوباره پنجه پرقدرت استوار خوابید روی گردنم. از دوران افتادم و مثل تنه درختی آوار زمین شدم و صورتم روی سیمان سرد کشیده شد.
گروهبان دستم را گرفت و کمکم کرد بلند شوم. گیج شده بودم. سرم به دوران افتاده بود. از گوشه لبم رد باریکی از خون راه افتاده بود. دوباره گیجی بود و دوران سر و منگی و دلپیچه. با هجوم حالت تهوع نشستم و سرم را میان پاهایم گرفتم و عق زدم. استوار با نوک پا کوبید به کمرم. با سر رفتم پایین. گوشه پیشانیم سایید روی از سیمان. درد خلید توی سرم. دوباره صدای نکره استوار بر پرده گوشم نشست. حالمو به هم زدی. گروهبان، فعلا تحویل تو. این دوره‌گرد باید آدم بشه تا نیمه شب برگه تعهد و پر نکرد خودت حالیش کن. با تصور لحظه‌ای که استوار را جای خودم می نشاندم و بالای سرش می ایستادم و درجه هایش را می کندم و زیر پایم می انداختم لبخندی زدم و مثل کودکی ها میان لب‌هایم را بین دندانهایم گیر دادم و بعد بامپی رهایشان کردم. گروهبان دستبندم را باز کرد و خونم داد توی سینه شاهدش و به طرف بازداشتگاهی در انتهای زیرزمین راهنماییم کرد. جلوی میله‌های بازداشتگاه لب‌های چربش را چند بار به هم مالید و سرش را تکان داد و گفت چی میگی؟ یعنی با یک تعهدنامه تمامش میکنی یا نه؟ و چون صدای نوش مرا شنید ادامه داد از ما به تو نصیحت، با این استوار کلکل نکن، لااقل برگه‌های بازجویی رو درست پر کن، یه تعهد ساده هم بده و خلاص ها، وگرنه مثل شپش لهت میکنه ها. بعد منومین میکرد و ادامه داد ببینم تو با این خرابکاریایی که شبا اعلامیه پخش میکنن سر و سری که نداری داری؟ از زبانم در رفت که به جاوید گفته بودم سیلغاس مثل بمب در حال انفجاره. گروهبان در گوشم گفت پس دعا کن جرمت همون قاچاق مواد مخدر بمونه. بدبخت آدم برگه تعهد و تا دیر نشده امضا میکنه. آب سرد که به صورتم خود سر حال آمدم. بالای ابروی راستم درد میکرد. دستم را آرام لغزاندم بغل موهایم و آرام کشاندمش روی خونمردگی پیشانیم. درد از بالای ابرو به پشت چشمم میزد و لانه‌ام را در میآورد. نفس عمیق کشیدم و در همان حال جمله فیلسوفانه مارگریتا را به یاد آوردم که اعتقاد نداشتن به زور و قدرت مثل اعتقاد نداشتن به نیروی گرانش زمین است. زورکی نیست که نمیخواد ببیندت. یک کلمه تمام. خستوان گفته بود وقتی ازش خواستم لااقل امان بدهد تا پیش از رفتن سری به مادر بزنم بعد پوزخند زده بود. بعد از این همه سال خانه همان بود که پیشتر دیده بودم. جنوبی، یک طبقه، در کوچه باریک، اندازه عبور دوچرخه‌ای، موتوری همین و نه بیشتر. هنوز همان آجرهای سردر بلند و فرسوده، همان کاشی فیروزه‌ای مندخل هستی رنگ و رو رفته، همان دیوار بلند گلی، همان شاخه درخت توت که حالا سر گذاشته بود روی دیوار. تنها در چوبی خانه فلزی شده بود با رنگی ارغوانی. خودم را به سینه دیوار چسباندم تا سگ سپید گری که دمش را لای پاهایش خوابانده بود با نگاه ترسانش از کنارم رد شود و در پیش دوچرخه سواری که رکاب زنان از کنارم عبور کرد و به سگ که رسید با نوک پایش کوبید به شکم فرو رفته سگ. ناله سگ که بلند شد صدایی در گوشم نشست. فرمایش. برگشتم. جوانی بود با موهای فرفری. کاری داری داشتم؟ گفتم خانه مادرمه. جوان موفرفری گفت ولی بیبی بچه مچه نره. پرسیدم بیبی که سر و کله مردی میان سال و در پیش چند پیرمرد پیدا شد. یکی از پیرمردها با دیدن من گفت پسری به بیوفایی تو ندیدم. آخه این پیرزن. پرسیدم هنوز خونه مادرم اینجاست؟ پیرزنی که تازه به جمع ملحق شده بود زنبیلش را زمین گذاشت و جواب داد بیبی از این محله دل نمیکنه، ما هم از اون. پیشی جوون، حالا بعد این همه سالم که اومدی خوبه. یکی از پیرمردها لبهای سیاهش را از هم باز کرد و اهی کرد و سری تکان داد. با تأییدی که از جمع گرفت درد را مثل کارد به قلبم نشاند. سرم را انداختم پایین تا هرچه دلشان میخواهد نثارم کنند و خسته که شدن راهشان را بکشند و بروند. جوان موفرفری آخرین نفری بود که رفت و پیش از رفتنش پرسید
راستی تو بچه‌ی بیبی هستی؟ قباحت داره والا. این پا کردم و به خودم لرزیدم و 100 بار با تفسیر خودم گذشته ها را مرور کردم تا بالاخره توانستم انگشتم را بالا بیاورم و روی کلید زنگ فشار بدهم. 2 تا کوتاه، یکی بلند. دید دید دید، همان نشانه قدیمی میان من و مادر. دوباره 2 تا کوتاه و یکی بلند. دید 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 و باز خبری نبود. گوش خواباندم. جز جیک جیک گنجشک‌ها و قارقار کلاغ صدایی نبود. این بار دیگر باید می‌دیدمش. خدایا یه لحظه، فقط یه لحظه لبخندش رو ببینم. هیچ علامتی از حضورش در خانه نبود. از آخرین باری که دورادور دیده بودمش 1 سالی می‌گذشت و دیگر طاقتم تاق شده بود. آن هم وقتی که باید فوری از پایتخت می‌رفتم و معلوم نبود دوباره کی فرصت دیدار مادر دست می‌داد. خدایا لااقل صداش رو بشنوم. و دوباره کلید زنگ را فشردم. این بار ممتد و آن وقت بود که صدای گام‌هایش را شنیدم. کوتاه و خسته، همپای میو میوی گربه‌ای که جای مرا در زندگیش گرفته بود و بعد صدایش سرد و نامهربان، همچون خنجری بر قلب. کیه؟ بفرمایید. صدا در گلویم شکست. مادر، منم سپنتا. پاسخ سکوت بود، آمیخته به بوی مادر و نم اشکهایش که بوی گلاب میداد و چکاچک اشکها که یک دفعه سرریز کرده بود روی زمین و مثل این بود که در شیشه گلاب باز شده و آن مایه بیرنگ اتراگین هلق هلق دارد میریزد پشت در و مرا مست میکند و نفسهایم را به شماره میاندازد و بدنم را به رعشه و قفل بر دهانم میزند و یکباره میبینم هوا از سوراخ بینی هم داخل نمیشود و مجبورم از سرگیجه پس بیفتم و بعد هر طور شده به زبان بیایم. مادر، دارم از این شهر میرم. گفتم. زمزمه اش را با گوش دل میشنیدم. بابا برو پسرم، خدا پشت و پناهت. و حقحق گریه اش را که هیچ یک را نمیخواست با گوشتم بشنوم، بعد آنچه میخواست بشنوم به زبان آورد. چند سال پیش بهت گفتم تو دیگه بدون مارگریتا واسم معنایی نداری. برو. رفتم با چشم‌هایی پر اشک و با دلی روشن از دعایش، اما میدانستم محال است بار دیگر بدون مارگریتا به خانه‌اش پناهم دهد. برمیگردم به 7-8 سال پیش. همین موقع‌ها در کتابخانه دانشگاه دنبال کتاب‌هایی می‌گردم برای تهیه مقاله درس فارسی عمومی. کلافه از برگدان‌هایی که اطلاعات کافی نمی‌دهند و وقتی که برای نوشتن مقاله کم است و کم حوصلگی کتابدارها مرا هم بی‌حوصله کرده است که مارگریتا سر می‌رسد. با کتاب قطوری که بغل کرده، پیراهن آبی سیری که پوشیده، پلیور خاکستری روی پیراهن و آن دامن بلند و گشاد رنگارنگ. دورادور دیده بود که چطور برای پیدا کردن 2-3 منبع ساده چقدر اذیت شده‌ام. جلو میآید و میگوید میخواید کمک کنم براتون؟ نه. موهای سرخ و خرمایی شانه نخورده‌اش، نه آن چشم‌های آبی زلال، نه صورت پرلک و پیسش، نه آن قد متوسط اما به نسبت دخترهای همکلاسی من بلندش، و نه حتی لهجه شیرینش. هیچ یک توجه هم را جلب نمی‌کند. با این حال همانطور زل زدم توی صورتش که میپرسد چی شد؟ اتفاق افتاده است؟ من نتوانست منظورم رساند؟ بالاخره به زبان میآیم. نه، اتفاقی نیفتاده. مبهوت این نکته‌ام که یه خارجی واسه من منبع فارسی گیر بیاره. میگوید منظور از گیر پیدا کردن است؟ خب حالا حرف شما به من برخورد، باید ثابت کنید. کتابش را که میدهد دستم و روی برگدانها خم میشود، گردنبندهای عجیب و غریبش بیرون میریزد. خنده‌ام میگیرد. میپرسد خندید؟ چرا؟ ها؟ به این گردن آویزا؟ میگویم این خرمهره‌ها و شاخ و شمایل جادوگری را از کجا گیر آوردید؟ جواب میدهد قشنگ است، مال وطن خودم بود، یعنی از آنجا خرید. میخواهم بگویم که از سادگیش خوشم آمده، از لباسهای به نظر کهنه و گشادش، از صورت بدون آرایشش و از بی‌تکلفیش، اما همه اینها از یادم میرود و حرفی میزنم که میآوردش سر لج. امیدوارم کتاب پیدا کردنتان اینطور کهنه و خرافاتی نباشه. با حرفم سر ذوق میآید. گفتم که باید ثابت کنیم، یعنی من ثابت میکنم.
شما رشته موضوع میدوم توی حرفش. علوم سیاسی. ادامه میدهد خب شما. نه، من ادبیات فارسی درس اصلی دارم، شما عمومی. صبر کن. دوباره با هیکل زمختش کج می شود روی برگدانها و صدای به هم خوردن خرمهره‌های گردنبندهایش را در می آورد. نیم ساعت بعد منابع آماده است. وقتی میفهمد عضو کتابخانه نیستم و میخواهم همانجا یادداشتهایم را بردارم، بیشتر تعجب میکند. این دیگر توهین به سرایندگان اشعار نیست، توهین به فرهنگ تو شما نیز بود میباشد. میگویم هست. میخندد. چشمم میافتد به اسم کتاب قطوری که داده دستم. شوهر آهوخوانم. نگاهم را میخواند. خوندید حتما اون کتاب؟ هم داستان هم سوشیولوژی. بله؟ هول میشوم میگویم بله. امیدوارم که تا اینجای کتاب از نثر و نوشته و روایت داستان خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید میتونید کتاب رو تهیه کنید و بقیه داستان که خیلی خیلی جالبه بخونید. امیدوارم که بقیه کتاب‌های آقای حنیف هم به مذاقتون خوش بیاد که در وایس‌های بعدی براتون خواهم خوند. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.